نظریه و اسلما استقامت کننده کوچه بهار هستم. زن تقوی محمد اقبال میشم. محمد اقبال باید که خیلی کاری که تو اقبال دختری خیلی کار نکنه. دنیا کیرو نداره. ما عاقبت میبریم. همه ما برابر باید باشیم. باید به همدیگری گفتیم که دوست باشیم، علاقه باشیم، زندگی خش خرسندانه کنیم. ما نمیخواهیم که مثال همه کارا خیلی دوام بتیه. 92 سال همه کارا را گفته اقبال دختن کردن، همه کارا را گفتیم که بچی کردن، همه کارا در کار نیست. وقتی که خوجاینم ازش نبود کسل خوب خستم رفتم پیش اولاداش، پیش همین محمد اقبال، پیش سرداد. گفتم من همین 300 سمپل در کار میکی، مقصد همین خوجاین من ازش نیست. من یاردم نتین، من قرضم بتین. کشتن گفتن که یگان چیز زلاق داری ما را بتی که ما مثال شما را بتیم. کشتن گفتم تا این درجه که این خیلی باشه، گفتم مردم یا بیگونه را یاردم میکنن، یا بیگونه را یاردم میکنن که او در بیسوت چون یک تقایی دارن، یا گفته خلا اینوالید دارن. مثال آدم مسلمان بیسته فکر کنه آدم باید که منمانی من نکنه. وقتی که منمانی من کرد که اول باید که گفتم که گرد اطراف شو همش اقرباش نگاه کنه که کوچ خیلی تنجن، چه خیلی زندگی دارن، چه کامینن، بعد گپ زنن. ما یک بار گفتیم مردم شتا خوردن، مردم عذاب کشیدن، مردم گفتیم که تامی درجه را رسن. ما شکر دولت آرام خدمت زندگی خدمت گفته خونه و در خدمت میریم. در کار نیست، ما در کار نیست، گپ نزنه، مردم اغوا ندوزه، مردم گفته قچی نکنه. اما چیزی که در کار شده که خودش بخچه بکنه. ما در هیچ که در کار نه. خلق آدمای مسلمان کو بفهمن که مثلا میز دولت آرام خدمت به ما را بسنده ها. آدم حقیقت گپ زنه، در دور نره. میگه بیا رو پرو بشی، قطعا مو انسان رو پرو چیزی مقصد داری، بیا رو پرو قطعش بشی و گپ زن. ایدور اغوا ندوز. مسلمانا رو اغوا ندوز، مردم گفته به قرار نکن. همه گفته زندگی هم خونه و دادو، همه گفته میدونن. چه خیل بدن تدگه همه میدونن، گپ نزد دیگه که در کار نیست. رحمت به همه قبطه کارو کردگی تو رحمت در کار نیستی دیگه. دما یعنی اولادن مویم در کار نیستی، برای که همه تا فهمیدیم این همه خونه و در این زندگی عذابامو تا قیامت بس در کار نیست. هممون درباره میگیم که مثال همه زندگی که بیچاره رفت چون در گیجا گفتیم همون چیو که نه مثال مرد برفته. اگر نه وطنی خودش خونه و در نازنین داشت، جو پای نازنین داشت، مثال در همه جا که میشید مثال با آورو تو مرده و چیز با بلندتر به تا خوبتر به چون در گیجا یا گفتیم همون چیو که دغدغه منن میره من فکر نمینن که مثلا اون پدر ما گیجوشی تا بالا مرده پدرش که نرفته بعد دیگه دوباره پیسا پدر مادر خچ که نگاه نکرد بعد تغییر نگاه مینن خلا را نگاه مینن. همین آدم به عقل خودش خلاصش میبره میفهمه.